برای آوردن یوزارسیف عرابه و کجاوه لازم است. عجله کن. حرکت کن. چه شده؟ باز هم جناب هورمهوب زاویرا را به قدوم مبارکشان مسین فرمودند. آمده ایم یوزارسیف را ببریم. او آزاد است. فرمانروا آمنهوتپ مایلند ایشان را ببینند. یعنی از این پس یوزارسیف را نخواهیم دید؟ نکند دوست داری تا ابد یوزارسیف در زندان بماند؟ نه من آزادی او را میخواهم، ولی دوری او هم برایم آسان نیست. گمان نمی کنم هیچ یک از زندانیان طاقت دوری یوزارسیف را داشته باشند. زندانیان و زندانبانان تا کنون به خاطر یوزارسیف زاویرا را تحمل کردند. بسیار خوب، جناب هورمهوب را نزدیکی دامن ببرید. ببینیم این یوزارسیف کیست؟ درود بر نبی خدا. درود خداوند در تو باد. درود بر جناب هورمهوب. چه شده این روز؟ ما آمده ایم شما را به نزد فرمانروا آمنهوتپ ببریم. جناب هورمهوب فرمانده محافظین قصر برای همراهی شما آمدند. من به تیر تهمت دل شکسته و مجروحم و تا از من رفع اتهام نشود زندان را ترک نخواهم کرد. ولی فرمانروا شما را آزاد کرده است. بهتر است فرمانروا ابتدا از من رفع تهمت کنند، وگرنه برای یک خائن در بیرون از این زندان جایی نیست. شما نگران نباشید، فرمانروا شما را بخشیده. او از شما حمایت خواهد کرد. مرا به بخشندگی ایشان نیازی نیست، چرا که گناهکار را میبخشند. از یوزارسیف حکیم چگونه باید رفع تهمت شود؟ نزد اربابت بازگرد و بگو جویا شود که ماجرای دست بریدن زنها چه بوده. اگرچه پروردگارم به دسیسه‌ای که علیه من انجام دادند آگاه است. شما باید از موقعیت پیش اومده حسن استفاده بکنید. در بیرون از زندان می توانید از خود رفع تهمت کنید. به فکر آزادی خود باشید. شما حمایت آمنهوتپ را دارید، این کافی نیست؟ فکر میکنید آمنهوتپ از یک خائن چقدر حمایت خواهد کرد؟ یک خائن در دستگاه آمنهوتپ چه جایگاهی خواهد داشت؟ اصلا به این روز بگو تمام ماجرای زلیخا و پوتیفار رو به عرض فرمانروا برسونه. زلیخا باید تقاضا پس بدهد. نه، بردن نام آنان صحیح نیست. آنها سالها به من محبت کردند و مرا در ناز و نعمت پروردند. هاری و سالها تو رو به زندان انداختند. امیدوارم قدر این گذشت بزرگواری تو رو بفهمند یوزارسیف.
این ماجرای بریده شدن دست زنها چیست؟ کدام زنها؟ شما فقط به جناب فرمانروا بگویید ماجرای دست بریدن چه بوده، آن زنان خود به خود پیدا می شود. بسیاری از اهالی قصر و مردم مصر هنوز آن ماجرا را به خاطر دارند. بسیار خوب، ما باز هم دست خالی باز میگردیم به امید دیدار. بدرود. ای کاش با آنها میرفتی و همه چیز رو به آمنحتب میگفتی و از زلیخا انتقام میگرفتی. نگران نباش، آنان به زودی باز خواهند گشت. این را دیگر نشنیده بودیم. مجرمی که ما قصد آزادیش را داریم برای آزاد شدن از زندان شرط قائل شده است. همینطور است عالی جناب. ایشان از فرمانروای بزرگ تقاضا کردند جویا شوید ماجرای دست بریدن زنها چه بوده است. ماجرا چیست؟ کدام زنها؟ کسی چیزی می‌داند؟ بله عالی جناب، میدانم موضوع چیست. اگر اجازه دهید آن زنها را به اینجا بیاورم. عجله کنید، میخواهم بدانم موضوع چیست. بسیار خوب. دیدید پوتیفار چقدر ناراحت شد؟ من فکر میکنم موضوع مربوط به علت زندانی شدن این جوان است. ماجرا مربوط به سالها پیش است. زلیخا همسر پوتیفار به غلام خود یوزارسیف نظر داشت. بانو زلیخا و رودامون را نزد من بخوانید. جناب پوتیفار که با بانو زلیخا قهر است. نمیدونم. اسامی زنانی را میخواهم که به خاطر یوزارسیف دستهای خود را بریدن. نام آنها برای چه؟ عالی جناب فرمانروا شما و همه آنها را احضار کردند. زنانی را که زلیخا و کاریماما نام میبرند همین امروز همینجا جمع کنید. فرمان خداوندگار آمنحتب است. چرا؟ چه شده؟ علت احضار آنها چیست؟ فرمانروا آنها را برای چه میخواهد؟ فرمانروا تصمیم به آزادی یوزارسیف گرفته، اما او نپذیرفته مگر به شرط اعاده حیثیت. آمنحتب نیز زنان مجلس را احضار کرده تا بداند یوزارسیف گناهکار است یا بیگناه. تردید ندارم که قصد محاکمه دارد. محاکمه؟ هیچ فکر نمی کردی که ماجرای یوزارسیف دوباره افشا شود و به خاطر خطای گذشته روزی محاکمه شوی هان؟
فضاحت حق من است. سزای کسی که بیگناهی را به زندان انداخته به او تهمت زند همین است. این منم که رسوا می شوم. تو خیلی پیش از اینها بر طبل رسوایی خیش کوفته ای. مأمور بردار و همه زنانی را که زلیخا نام میبرد با خبر کن. به قصر آمنحتب می رویم. بیش از زلیخا من مقصر هستم. اگر آمنحتب بپرسد این جوان بیگناه را چرا سالها در زندان انداخته ای؟ چه پاسخی بدهم؟ میمی سابو چه شده؟ فرمانروا آمنحتب بانو زلیخا و دیگر زنان اشرافزاده جشن زلیخا را احضار کرده است. کدام زنان؟ زنانی که دستهای خود را بریدند. فرمانده آمنحتب این همه زن را میخواهد چه کند؟ پس کن میمی سابو. ظاهرا میخواهد بداند یوزارسیف برای چه به زندان افتاده. رابطه زنان با او چه بوده؟ یعنی اگر معلوم شود که یوزارسیف میکنه است آزاد خواهد شد؟ امیدوارم. خیلی دلم میخواهد یوزارسیف آزاد شود و بانو زلیخا و دیگر زنان تبس به شدت مجازات شوند. امیدوارم بانو زلیخا تقاص این همه ظلمی که در حق جناب یوزارسیف روا داشتند بدهد. جناب آنخماو، چه شد؟ بودمان افسر محافظ قصر پوتیفار به قصر من آمد و همسرم مریتاتن را با خود برد. چرا؟ خب نمیگذاشتی؟ دستور آمنحتب بود. او و چندین زن دیگر را که در میهمانی زلیخا و در ماجرای یوزارسیف حضور داشتند دستگیر کرده و با خود به قصر آمنحتب بردن. گفتی در ماجرای یوزارسیف؟ آری. نکند آمنحتب یوزارسیف را آزاد کرده و او به قصد انتقام تقاضای دستگیری زنان را کرده. من برای خلاصی مریتاتن چه باید بکنم؟ مریتاتن آزاد می شود. نگران نباش. یک نفر را بفرستید ببینید یوزارسیف آزاد شده یا نه. نگرانی زمانی شروع می شود که یوزارسیف آزاد شود. او را چه کنم؟ نمی‌سابم. بانو زلیخا و این بانوان را چرا به قصد می‌برند؟ نمیدانم.
به نظر از زنان اشراف می آید. عجیب است، به جای فقرا و نیازمندان این بار اشراف را به بند کشیدند. چه اشکال دارد؟ به عکس همیشه یک بار هم از زمین به آسمان ببارد. همینجا منتظر باش. این سومین روزی است که در تعبیر یک خواب مانده ایم و این شرم‌آور است. اگر امروز آمن‌حتب تعبیر خوابش را بخواهد چه پاسخ دهم؟ بگویم خواب گزاران من به جای تعبیر خور و خواب می‌دانند؟ بگویم اونها در کار خوب موندن و از تعبیر عاجزند؟ راحتتون کنم، یا امروز خواب آمن‌حتب را تعبیر میکنید یا قبل از آمن‌حتب خودم جانتون را گرفته و شما را به قبر میفرستم. جناب آنخما، تو دیگر چه میگویی؟ چه شده؟ امروز پوتیفار بانو زلیخا و تعدادی از زنان تبس را با خود به قصر آمن‌حتب برد. گویا آنها را به زندان می برد با محافظ و نگهبان. نفهمیدی برای چه؟ پرسیدم، کسی نمیدانست. بیگناه. من تصمیم گرفتم پرده از این ماجرا بردارم. یقین بدانید هیچ دروغی را بی مجازات نخواهم گذاشت. شما اکنون شاهد اعترافات صریح این بانوان بودید. درست است که یوزارسیف برده شما بوده و قدرت تصاحب او را داشتید، ولی شما صاحب همسر بودید. حق چنین خطایی را نداشتید. از طرفی شما الهه معبد آمون بودید و همسر آمون محسوب می شدید. همسران آمون حق چنین خطایی را ندارند. پس اعتراف می کنید که خطاکار شما بودید، دسیسه‌گر شما بودید. آن وقت یوزارسیف را بی گناه به زندان انداختید. آری، من به گناه خیش و بیگناهی یوزارسیف اقرار میکنم. بله جناب رودامان. می توانی با این عرابه به زندان نزد یوزارسیف بروی؟ نزد یوزارسیف؟ بله در یک چشم هم زدن. با او چه کار دارید؟ او بگو بانو زلیخا و دیگر زنان مصر به خطای خود و بیگناهی تو شهادت دادند. به زودی آزاد خواهی شد. کی آزاد خواهد شد؟ نمیدانم، به زودی. عجله کن. نمی‌ساوا را به زندان زویرا ببر و زود باز کرد. بروید. به راستی شما زنان دستهای خود را از شدت علاقه بریدید و او هیچ توجهی به شما نکرد؟ آری، همینطور است. همه دستهایمان را بریدیم. یوزارسیف بسیار پاک دامن است. او هیچگاه به زیبایی ما توجه نکرد. او به هیچ یک از حیله های ما فریفته و دلباخته نشد. چنین جوانی به راستی ستودنی است. در مورد او مطالب زیادی شنیده بودم، اما برایم باور کردنی نبود. من که باور نمی کنم. او یک انسان است، قدیس که نیست. چرا علیه چون این جوانی توطئه کردید؟ چرا چون این گوهر بی همتایی را به زندان انداختید؟ ما بر خطای خیش معترفیم و از محضر فرمانروا پوزش می‌طلبیم. از محضر من؟ شما باید از محضر یوزارسیف پوزش بخواهید.
شما سالها عمر او را در کنج زندان ضایع کردید. شما هم مقصر هستید جناب پوتیفار، چون این جوانی را که در حکمت و علم تعبیر خواب سرآمد همه معبران مصر است و در پاکی و نجابت نظیر ندارد، سالها در کنج زندان محبوس کردید. من پاسخ درستی در قبال این قصور ندارم. فقط میگویم شاید برای بستن دهان بدگویان زندان تنها راه بود. با این همه میدانم که گناهکارم. اگر اجازه دهید از حضورتان مرخص شوم. حال مساعدی ندارم. مانعی نیست، می توانید بروید. این زنان را به زندان موقت غصب ببرید تا تصمیم لازم را درباره آنان بگیرم. بروید. با شما هستم، حرکت کنید. چرا معطلید؟ شما می توانی برگردید. فرمانده هورمهوب. بله جناب فرمانده. با ایناروس به زندان زاویرا بروید و به یوزارسیف اعلام کنید که پاکی و بیگناهی او بر ما ثابت شد. ما او را محترم می‌داریم و از نزدیکترین یاران خود قرار می‌دهیم. او را با احترام نزد ما بیاورید. بی‌صبرانه منتظر دیدار یوزارسیف هستیم. رودامان گفت زلیخا و دیگر زنان مصری که برای شما دسیسه کرده بودند همه به گناه خود اعتراف کردند و شما را از هر تهمتی مبرا دانستند. آمنهوتپ به زودی شما را آزاد خواهد کرد. من فقط خواستم تا پوتیفار بداند که هرگز در خفا و پنهان به ایران خیانت نکردم و فرمانروا آمنهوتپ نیز بداند که یوزارسیف اهل خیانت نیست و بدانند که خداوند هرگز خیانتکاران را با خدعه به مقصود نمیرساند. یوزارسیف چه شد که در برابر زنان مصر مقاومت کردی و آنها بر تو ظفر نیافتند؟ من خود ستایی نمی کنم و خود را از عیب و تقصیر مبرا نمی دانم. نفس اماره ممکن بود مرا نیز چون بسیاری از انسانها به اعمال زشت و ناروا وادار کند. منتها پروردگارم به من رحم کرد و از شر این زنان نجاتم داد. درود بر فرمانده هورمهوب. درود بر شما. برای بردن یوزارسیف آمدیم.
شرط شما برای آزادی از زندان انجام شد. بانو زلیخا و دیگر زنان شهر به گناه خود اعتراف کردند و همکنون در زندان به سر میبرند. ولی من در خیال مجازات آنان نبودم. فرمانروا آمن‌هوتپ بی‌صبرانه منتظر شما هستند. بدون شما برای ما خیلی سخت است. بی شما چه کنیم؟ دوری از نزدیکان خویشانمان نزد شما فراموشمان شده بود. رفتن تو بار دیگر بی کس و تنها میمانیم. شما در هر حال خدا را دارید. او را که در کنار داشته باشید سختی زندان و جدایی یوزارسیف برایتان سهل خواهد بود. من همیشه به دیدارتان خواهم آمد و تنهایتان نخواهم گذاشت. مگر یوزارسیف با زندانیان چگونه رفتار کرده که اینقدر او را دوست دارند؟ یوزارسیف صدیق یار مددکار، راهنما و غمخوار آنان بود. به آمن‌هوتپ بگو زندان بی یوزارسیف چون فراموش خانه و قبر هست. به او بگو یا یوزارسیف را از ما نگیرد یا ما را هم به او برساند. شما را نصیحتی کنم که اگر بشنوید آرامش شد. زندان قبر زندگان و خانه غمگینان و محل آزمایش سازندگی دوستان و ندامتگاه گناهکاران و دشمنان است. دوستان ما روح خود را در سختی زندان صیقل داده و در این مکان ساخته می شود و خود را چون قبر در اینجا دفن نمی کنند. به زودی به دیدارتون خواهم آمد. جناب یوزارسیف، تخت روان برای حمل شماست. از نشستن بر دوش دیگران واهمه دارم. من آمدم باری از دوش اینان بردارم، نه اینکه باری بر دوششان باشم. نگران نباشید، سقوط نخواهید کرد. هر کس بر دوش کسی سوار شود سقوط سرنوشت محتوم اوست. من اسوار را به را ترجیح میدهم. مانعی ندارد. خدا جناب یوزارسیف بر عرابه من سوار شد. خدا نگهدار. بدرود. خدا نگهدار. حرکت میکنیم.
جناب یوزرسیف، اگر مایلید ابتدا استحمام و تعویض لباس کرده و سپس به حضور سرورمان آمنهوتپ شرفیاب شویم. بسیار خوب. من هم مایل نیستم این گونه به حضورشان برسم. بله. او که بود؟ نمیشناسی؟ او یوزارسیف است. به فرمان آمنهوتپ از زندان آزاد شده است. یوزارسیف؟ این که نام مصری یوسف است. آره، درست فهمیده ای. یوسف او را پیدا کردم. یوسف را پیدا کردم. خدا مرا نبخشد. این چه کاری بود که کردم؟ وای بر من که پیامبری را به بردگی فروختم. این ننگ را کجا برم؟ او را پیدا کردم. یوسف را پیدا کردم. یوسف هرچه میکشیم از توست. هم موجب رسوایی خود شده ای هم ما. من نیز هرچه میکشم از یوزارسیف است. اما بار ملامت یوزارسیف کشیدن برای من شیرین است. تو هم آبرو از پوتیفار بردی، هم از خود بردی، هم از ما. هم یوزارسیف را به زندان انداختی، هم خود را هم ما را. بی آبرویی چون تو را باید اخناتون به دار می آویخت. من نه از بی آبرویی شرمگینم، نه از بند و زندان غمگین. از شما هم جز خواستن عذر تقصیر و تمنای پوزش کاری از من ساخته نیست. کاری بکن. تو دست از آبرو شسته ای، ولی ما آبرو داریم. با نگهبان صحبت بکن. شاید با پوتیفار تماس بگیرد و ما را خلاص کند. نگران نباشید، شما را اینجا نگه نمی‌دارند. مقصر منم، با شما کاری ندارند. تو نمی ترسی که برای همیشه زندانی شوی؟ بدون او همه جا برای من زندان است. حسن اینجا در این است که درد سالها بند و زندان یوزارسیف را بهتر درک میکنم. زندان زاویرا به مراتب مخوفتر از اینجاست و من بیش از 10 سال یوزارسیف را بی گناه در آنجا محبوس کردم. در کودکی او را یک بار دیدم. نمیدانم اکنون چهره‌اش چگونه است. عالی جناب هورمهوب و جناب یوزارسیف اجازه ورود می‌خواهند.
مثل گذشته. آن زمان هم تعظیم نکردیم. درود بر فرمانروا آمنحتب چهارم. درود بر معبر بزرگ و حکیم یوزارسیف. درود بر یوزارسیف حکیم و پاکسرشت. درود بر بانوی بزرگ مصر. به یاد داری یوزارسیف، همین جا بود که با پوتیفار به حضور پدرم آمنحتب سوم بار یافتید و شما هدیه آمنحتب فقید را به گردن من انداختید. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام و مرتبت و هم به جایگاه معنوی. زنان تبس حق داشتن جناب یوزارسیف را ستایش کنند. به راستی زیباست. من از لحظه‌ای که تعبیر خوابم را شنیدم سخت مشتاق دیدارتان شدم و از زمانی که پی به بیگناهی و پاکدامنی شما بردم خود احساس گناه کردم. چرا باید در حکومت ما معبری بزرگ و حکیمی پاکترش چون شما در بند باشم؟ من زنان مصر را به خاطر شما به زندان انداختم. از حمایت جناب فرمانروا سپاسگزارم، اما من راضی به زندان و تنبیه زنان مصر نیستم. این بخشش ارزش معنوی شما را نزد ما افزونتر می کند، اما من می خواهم آنان قدری تنبیه شوند. بخشش زنان مصر بماند برای بعد. از کودکی وصف شما را بارها شنیده بودم، اما آنچه را که میبینم فراتر از شنیده هاست. شرمندم نکنید، خود را لایق این همه تمجید نمیدانم. من برای یک سوال لحظه شماری می کردم. جناب یوزارسیف، شما چگونه تعبیر خواب می کنید؟ می دانید که معبران مصری با خواندن اوراد مخصوص و ابزاری که دارند تعبیر خواب می کنند. تعبیر رویا علمی است که خدای من آموخته است. من از نزد خود چیزی نمیگویم. پس درست شنیدم، شما آمون و دیگر خدایان مصر را نمی پرستید. آری، همینطور است. این مطلب مرا خوشحال کرد و در نظرم محترمتر شدید. این که به خدایان گوناگون سجده نمی کنید و از پیروان معبد آمون نیستید بسیار قابل تقدیر است. شاید ندانید که عالی جناب آمنحتب نیز به خدایان معبد اعتقادی ندارند. من تصمیم گرفتم در حضور همه بزرگان شهر تبس بین یوزارسیف و کاهنان و خاکگزاران معبد یک مناظره برقرار کنم. میخواهم ضعف آنان در تعبیر خواب من بر همه آشکار شود. بیشک با این شکست عقیده مردم نسبت به آمون و خدایان دیگر سست خواهد شد. قدرت خدای آمون و کاهنان معبد بر حمایت مردم استوار است. کاهش اعتقاد مردم به کاهنان از قدرت آمون میکاهد. این عروس جناب یوزارسیف را به استراحتگاهشان راهنمایی کنید. هورمهوب، همه بزرگان شهر تبس را برای برگزاری یک میهمانی بزرگ به قصر خبر کنید. اطاعت عالی جناب. امیدوارم این عبرانی کافر موفق نشود، وگرنه ما باید آماده پذیرش یک شکست بزرگ باشیم. شکست آمون در برابر خدای واقعی یوزارسیف، شکست همه کاهنان و خاکگزاران معبد در برابر یک برده گوسفند چرانه. فرمانده محافظین قصر خدمت رسیدند عالی جناب. خدایگان آمنحتب چهارم فرمانروای مصر جناب آنخ ماهو و خاکگزاران اعظم را جهت تعبیر خوابشان
به قصر احضار فرمودند. بسیار خوب، می توانی برم. کارمان به کجا کشیده که باید در برابر یک تازه به دار و نصیره بی تجربه بایستیم و استنطاق بشویم و نیش و کنایه بشنویم. پس شماها چه غلطی میکنید؟ چرا باید آمون و خدمتگزاران معبد چوب بی ارزگی های شما را بخورند؟ سالها مفت خورده و خوابیدید برای چنین روزی. حال که معبد به شما نیازمند است عاجز و ناتوانید. خداوندگار مردم مصر، فرمانروا آمنحتپ چهارم و همراهان وارد می شوند. منظور ما از دعوت کاهنان، خوابگزاران، بزرگان و اشراف طبس آزمودن خوابگزار جوانی است که مدعی است میتواند خواب ما را تعبیر کند. امروز ما میخواهیم صدق یا کذب ادعای او بر همه آشکار شود. درود بر فرمانروای دانای مصر آمنحتپ. یوزارسیف در سالهای طولانی خدمتکاری در قصر پوتیفار هنوز تعظیم در برابر خداوندگار مصر را نیاموخته است. شاید برای شما که ده‌ها الهه گوناگون را تعظیم می‌کنید تعظیم کردن امری بدیهی باشد، اما من تاکنون فقط در برابر یک معبود تعظیم کردم. امیدوارم جناب فرمانروا عدم تعظیم مرا عدم احترام تعبیر نکنند. ولی در آداب بزرگان و درباریان مصر این بی احترامی بزرگی است. اگر همانطور که کاهن اعظم گفت تعظیم کردن میدانستی، در برابر زیبارویان طبس سر فرود می آوردی و سالها به کنج زندان نمی افتادی. همه می دانید که قصد من از برگزاری این مجلس یافتن تعبیر خوابی است که به تازگی دیدم. بی تردید معبران توانمند و کهنسال مصر تا کنون خواب مرا تعبیر کردند، حالان که از یوزارسیف جوان چنین انتظاری نیست. ایشان خود مشتاق این رقابت بودند.
ما هم خواستیم توان خود را بیازمایند. برخی از شما شرح خواب مرا شنیده، اما مایلم باز آن را تکرار کنم.